آریان یه دوربین میخره، محصول میرسه و وقتی بازش میکنه میبینه سنسور همینطوری به امون خدا رها شده. گوشی رو برمیداره و با خدمات پس از فروش تماس میگیره. سلام، من بدنه دوربین سونی ZV-10 گرفتم. چرا روی سنسور پر گرد و خاک بود و درپوش همراهش نبود؟ ببینید دوربین های سری 6400 و سری ZV-10 بدنه هاشون درب لنز ندارن. کلا شرکت سونی به این صورت گذاشته دیگه درب لنزشون نمیذاره، فقط دوربین های کنون هستن که درب لنز و درب بدنه دارن. روی دوربین 6400 بادی درب بدنه نداره، بسیارشون که مستقیم لنز فقط بسته میشه و داخل جعبه قرار میگیره. سلام، خوبی؟ آقا یه سوال دارم، سونی ZV-10 بدنه تنها بدون درد میاد تو بازار؟ چون فروشنده بهم گفت. نه مطمئنم درست متوجه سوالت نشدم. سوالتو دوباره مطرح کن و با دقت بیشتر. باشه الان. دوست عزیز خسته نباشی. خب من بدنه تنها سفارش دادم، شما برداشتین دوربینی که با لنز بودن رو باز کردین، لنزشو برداشتین. میتونید خب قبلش زنگ بزنین بگین که آقا جریان اینه و همچین حالتیه، ما باز لنز رو باز کنیم. خدمت شما عرض شود که ببینید اصلا این کالا کلا بدنش هم درب لنز نداره داخلش، یعنی شما اگه بدنه جعبه بدنه هم دریافت می‌کردید درب لنز و درب بدنه داخل جعبهشون وجود نداره. سونی دیگه درب لنز و درب بدنه کلا تویش میومد جعبه‌اش نمیذاره. عجب. بذار فکر کنیم اشتباه متوجه شده. یه مطمره آریان فرستادم و مشخصا داخلش ذکر کردم که چون پکیج دوربین با لنز بود و لنز رو برداشتید سنسور بدون درپوش مونده، اما همکارتون گفتن که حتی در پکیج بدنه تنها هم دوربین بدون درپوش سنسوره. آیا این موضوع رو تایید میکنید؟ سلام، وقت بخیر. بله درسته کاملا. سونی تو سری کراپ سنسور بدون درپوش بدنه دوربین رو در اختیار مشتری میذاره و سنسور رو همجوری ول میکنه توش خاک بره. اصلا مهمم نیست که اهمیتی که سنسور دیگه 80% قیمت دوربین سنسورشه، چیز خاصی نیست که. واقعا این گفته خیلی خنده داره ها، اونم از جانب فروشگاهی مثل نورنگار. با این همه سابقه من تعجب میکنم اون تیمی که اونجا نشستن دقیقاً دارن چیکار میکنن. یعنی یه یوتیوب ساده رو سرچ بکنید این موضوع رو بهتون نشون میده، مثل این آقا. پس اون درپوش چیه اونجا؟ سونی ZV-10 هم هست که روی جعبه بدنه تنها هم هست که حتی پشتیبانی سونی هم به من گفت. من با پشتیبانیش هم چت کردم همطور که میبینید و قشنگ توضیح دادم و ایشون هم گفتش که نه ما با درپوش بدنه جعبه بدنه رو در اختیار مشتری ها میذاریم. واقعا بعضی وقتا یه چیزایی آدم میبینه که خیلی تعجب میکنه. نورنگار فروشگاه بسیار قدیمیه، من خیلی ازش خرید کردم، بسیار معتبرم هست، ولی دیدن یه همچین صحنه هایی و یه همچین فیدبکی از بخش خدمات پس از فروش واقعا منو متعجب کرد. دوست داشتم براشون ویدیو رو بسازم که متوجه این ایراد توی ساختارشون بشن و درستش کنن. بدونید که فروشگاه‌های قدیمی این قابلیت رو دارن که مردم عادی یا افرادی که مشتریشون هستن به دید یک مرجع بهشون نگاه میکنن و حرفایی که میزنن حکم حتی همون شرکت سونی رو داره براشون. اینقدر مهمین شما و صحبتاتون. امیدوارم که این مشکل حل بشه. وقت بخیر.